سلام تدریک جان، روزت بخیر. ازت تشکر میکنم که امروز وقت خودتو در اختیار گروه اپسی و اساتید و پژوهشگران ایرانی قرار دادی. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم برای شنوندگان این برنامه. خواهش میکنم ازت که اول خودتو معرفی کن و یک پیشینه مختصری از تحصیلات و کاری که توی ایران داشتی قبل از مهاجرت به آمریکا رو برامون بگو. سلام جناب دکتر سیروس عشایری عزیز، مرسی برای این فرصت. خب من در ایران تو رشته مهندسی نفت گرایش حفاری استخراج تحصیلات لیسانسم رو گذروندم. بعد از اون خدمت سربازی بود و بعد از اون هم تقریبا 2-3 سالی به استخدام شرکت پژوهشگاه صنعت نفت که از زیر مجموعه های شرکت نفت هستش در اومدم. اونجا تو قسمت آزمایشگاه سیال حفاری مشغول بودم که بیشتر کارهای لب و در واقع فیلد تستینگ بود. بعد از اون تونستم گرین کارت رو بگیرم، مهاجرت کنم سمت امریکا و تو دانشگاه یو اس سی باز تو مقطع در واقع تو مقطع مسترز همون رشته مهندسی نفت گرایش مهندس مخازن رو ادامه بدم و الان هم تقریبا 4 سالی هستش که تو اداره کیفیت هوای به اصطلاح South Coast Air Quality Management District اونجا به عنوان سینیور انجینیر مشغول هست. چطور شد که تو به هر حال تمام مدارک تحصیلیت و همینطور سابقه کاریت نفت بود و تغییر دادی به اولا کار دولتی و همینطور راجع به محیط زیست و آلودگی هوا؟ چطور نخواستی تو همون زمینه نفتی ادامه بدی و یا اینکه بین اون سابقه کاری و تحصیلیت و رشته جدیدی که توش کار میکنی فصل مشترکی هست یا خیر؟ خب چون شما حالا تو رشته مهندسی نفت بودی میدونید که دیگه تقریبا از 1970 به بعد تو چند دهه اخیر روند تولید نفت به صورت فزاینده کاهش پیدا کرده تو کالیفرنیا. این خودش علتهای مختلفی داره. مثلا تو سال 1970 به اصطلاح یه چیزی تصویب شد به اسم California Environmental Quality Act یا بهش میگن سیکوا. این به اصطلاح باعث شد که یه سری قوانین سفت و سخت‌تر و استریکتر آلایندگی هوا مد نظر قرار گرفته بشه. خب تو کالیفرنیا با این اوصاف که هنوز تولید نفت کاهش پیدا کرده، ما هنوز تقریبا هلوش 100,000 تا چاهای فعال و غیر فعال تو کالیفرنیا داریم. خب این خودش به منزله ایجاد آلایندگی ها بلخص از نوع آلاینده VOC Volatile Organic Compound یا اون مشتقات فرار نفتی هستن. خب همین باعث شدش که این یه به اصطلاح وجه مشترکی بود بین چیزی که من خونده بودم مدرک دانشگاهیم و اون چیزی که جزو یکی از ریکوایرمنت های جاب من بود. خب تو همین جایی هم که مشغول هستم، موقعی که داشتم اپلای میکردم برای این شغل، در واقع یکی از ریکوایرمنت ها داشتن مدرک مهندسی تو رشته مهندسی نفت بود. البته مهندسی دیگه هم بود، شیمی، عمران، ولی خب مهندسی نفتم جزوشون بود. خب تو اشاره کردی که کالیفرنیا از لحاظ قوانین محیط زیستی جز سخت‌ترین ایالت‌های آمریکا شاید باشه. که از علتایی که تولید نفت همیشه اینجا کم شد دهه اخیر هم شاید همون مسئله محیط زیستی باشه، ولی در عین حال چیزی که من می‌دونم اینه که با اینکه تصور عمومی اینه که آب و هوای کالیفرنیا خیلی خوب هستش، ولی از آلوده ترین هوای کشور داره. میانگین آلودگی توی خیلی از شهرهای کالیفرنیا از اوریج کشور بالاتره و فکر کنم از 10 تا آلوده ترین شهرها حداقل 4-5 تاش تو کالیفرنیا است. این چجوریه که با اینکه اینقدر قوانین سختگیرانه هست هنوز هم آلودگی هوا اینقدر زیاده توی شهرهای این ایالت؟ خب باز باید به این نکته اشاره کردش که یه سری چیزا مربوط به زیرساخت‌های شهر هستش. برای مثال
ما الان سورسایی که باعث آلایندگی هوا میشن 20%ش شامل سورس های ایستا یا استیشنری سورسز هستن که شامل ریفاینری ها، گاز استیشن ها، دری کلینر ها، امرجنسی انجین ها هستن و ما از طرفی هم 80% آلایندگی ها از طریق سورس ها و منابع آلاینده محرک داریم، مثل ماشین ها، هواپیما ها، کشتی ها و غیره. خب ایجنسی که من کار میکنم در واقع نظارتش بر استیشنری سورسز هستش. ما اینجا در واقع تونستیم تو چند سال اخیر میزان آلایندگی رو به حداقل حالا نه به حداقل، ولی تونستیم کنترل و پایین برسونیم به واسطه ایجاد یه سری قوانین و مقررات، مثلا پایین آوردن ترشولد هایی برای یه سری آلاینده مثل پارتیکولت ماتر، ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، ناکس. از اون طرف هم برای سورس های محرک یه در واقع ارگان و سازمان دیگه ای هست به اسم کالیفرنیا ایر ریسورسز بورد. اونا در واقع سازمان مرتبط با کنترل آلاینده های محرک هستن. خب حالا چیزی که تو اینجا اتفاق میفته، آلاینده اصلی بالاخص تو 4 کانتی که الان عرض میکنم، یکی ریورساید، لس آنجلس، اورنج و سان برناردینو. این 4 کانتی در واقع حوزه استحفاظی جایی هستش که من اونجا کار میکنم. خب تو یا به اصطلاح بهش میگیم ساورن کالیفرنیا یا ساوت کوست. خب تو این حوزه 2 تا از آلاینده ها واقعا حد نصابشون از حدود فدرال شاید بالاتر باشه. یکیش همین VOC هستش و دیگری ناکس هستش. خب ترکیب VOC و ناکس توی یه جایی مثل کالیفرنیا که تابش آفتاب زیاده و همیشه آفتاب داریم و روزهای ابری خیلی کمی داریم، باعث میشه که ناکس، VOC و تابش آفتاب با هم در واقع ترکیب بشن، واکنشی انجام بشه و یه آلاینده ایجاد بشه به اسم ground level ozone O3 یا بهش در اصطلاح میگیم اسماگ. خب این اسماگ در واقع واقعا اصلی ترین آلاینده تو ساورن کالیفرنیا هستش و یه چیز چالنجینگی هستش، باعث مشکلات ریوی، آزما و حتی تو بحث کشاورزی باعث ایجاد در واقع مشکلاتی شده تو بحث برداشت محصولات. تد، من چون میدونم تو به مسائل مربوط به غیر مهندسی، غیر فنی و اون سمت سیاست گذاری یا پالیسی این قضیه آشنا هستی، فرض کن که حالا تو به عنوان این مهندسی که تو این سازمان خودتون کار میکنید متوجه یه سری مسائل شدی که اینا باعث آلودگی هوا میشن و فرض کن تو شخصا یا اون سازمانی که درش هستی میخواد تصمیم بگیری که جلو اینا رو بگیره و اینا رو به قانون تبدیل کنه، چه در سطح شهری، چه ایالتی و چه فدرال. به طور خلاصه اگه آشنایی داری میتونی بگی اون پروسه چجوری هست، چقدر طول میکشه، کیا توش تصمیم گیری نهایی رو انجام میدن و نقش تکنولوژی توی این قضیه چی هستش؟ سوال خیلی خوبی بود. خب ببینیم، برای اینکه اولا ما بتونیم یه رول یا یه قانونی ایجاد بشه، شما نیازمند داشتن یه دیتا یا به اصطلاح داده های با کوالیتی خوب، با کیفیت خوب هستین. خب سازمان ما در واقع دیویژن های مختلفی داره. یه دیویژنی داریم در واقع که در MET استیشن یا ایستگاه های دریافت دیتا آلایندگی تو نقاط مختلف دیستریکت یا نقاط مختلف شهرها نصب کرده. خب اینا به صورت ساعتی، روزانه و سالیانه دیتا ها رو در واقع گزارش میدن. این دیتا ها میاد در واقع ثبت و ضبط میشه. بعد یه سری در واقع قوانین باید یا رول های ایجاد بشه که ترشولد ها یا حدود یا حد نصاب ها اونجا ایجاد بشه.
ولی برای ایجاد این حد نصاب ها نه تنها ما نیاز به دیدگاه های مهندسی داریم، بلکه نیاز به دیدگاه های از افرادی که تو زمینه پزشکی هستن. ما به اون دیدگاه ها نیاز داریم، یا حتی ما دیدگاه های افرادی که تو بحث بیزینس یا اینداستری هستن، ما به اونا نیاز داریم. مثلا بر فرض مثال شما یه آلایندگی داری از مثلا فرض کنیم ذرات معلق یا پارتیکولت ماتر توی ناحیه به اصطلاح نزدیک سن پدرو جنوب لس آنجلس. خب و بگیم که اون شرکتی که داره این آلایندگی رو ایجاد میکنه درآمدش اونقدر نیست که بخواد بره و یه نمیدونم هیپا فیلتر یا یه وسیله کنترل آلایندگی هوا خریداری بکنه. تو این زمینه ها خب باید یه سری قوانین در واقع ایجاد بشه که چیکار کنیم که اگه طرف همزمان داره یه سرویس رو ارائه میده به پابلیک و همزمان به خاطر اون حالا ریستریکشن های مالیش نمیتونه مثلا اون کنترل رو ایجاد بکنه. خب اینجا ما داریم کاست انالیسیس انجام بدیم. پس وقتی که ما میخوایم اون دیتا رو داریم و میخوایم قوانین رو بنویسیم، نه تنها نقطه نظرهای پزشکی رو در نظر میگیریم، بلکه کاست افکتیونس اون بحث رو هم در نظر میگیریم. پس دیتا رو داریم، مسائل کاست افکتیو، مسائل چه عواملی باعث بیماری های حاد، بیماری های مثل سرطان تو دراز مدت و کوتاه مدت میشن، اون پارامترها رو در نظر میگیریم. رول و پالیسی نوشته میشه. وقتی که رول و پالیسی نوشته میشه، این دوباره طی یه سری فوریوم ها از پابلیک، از افرادی که تو نان پروفیت ارگانیزیشن های انوایرمنتال هستن و حتی افرادی که تو اینداستری هستن فراخوان صادر میشه که بیان شرکت کنن، نظری پیشنهادی راجع به رول دارن، زبان رول، لنگویج رول دارن، بیان ارائه بدن. چند بار این امر تکرار میشه. وقتی این امر ایجاد شد، رول در واقع پابلیش میشه. حالا رول که پابلیش شد، مرحله دوم چی هستش؟ مرحله دوم در واقع استفاده و پرکتیکال کردن، عملی کردن اون رول هستش که این به واسطه صدور مجوزها یا پرمیت انجام میشه. شما میای یه سری رول ها داری، در واقع وقتی که میخوای برای یه گاز استیشن که آلایندگی بیوسی رو ایجاد میکنه، شما یه رولی باید داشته باشی. بر طبق اون رول نگاه میکنی که آیا این گاز استیشن، آیا این منبع آلایندگی با این رول ها سازگاری داره، کامپلای میکنه اصطلاحاً یا خیر. اگه کامپلای میکنه، مجوز صادر میشه برای اون سورس آف امیشن، برای اون آلاینده. حالا در مرحله آخر بایستی چی انجام بشه؟ در واقع مانیتورینگ و اینکه شما مجوز رو صادر کردید، پرمیت رو صادر کردید. الان سوال این مطرح میشه که آیا اون فسیلیتی، اون اون گاز استیشن، اون ریفاینری بر طبق اون پالیسی ها جلو میره یا نه؟ اینجا جاییه که اینسپکشن باید انجام بشه. اینسپکتورها، بازرسا باید برن، اون بازرسای حالا طبق اون کلندر و تقویمی که دارن، اون بازرسای لازم انجام بدن که ببینن آیا اون سورس آلاینده، آیا اون فسیلیتی در واقع همخوان و هم راستا هستش با اون پرمیت، با اون مجوزی که صادر شده یا خیر. خب تد، به هر حال تو الان از ایران اومدی، تحصیلات فوق لیسانس انجام دادی، چند سال توی این تشکیلات هستی، اینجا سیستم خوب یاد گرفتی. فرض کن که به تو بگن چیزی که یاد گرفتی اینجا رو باید برداری و ببری توی مملکتی مثل ایران، مثل شهرهای بزرگ ایران، مثل تهران که همیشه با آلودگی هوا درگیر هستن، و یکی دو تا نکته‌ای که به نظرت اینجا خیلی مفید بوده توی کنترل آلودگی هوا رو اونجا پیاده بکنی. به نظرت چیا هست اون مواردی که میتونه تو کوتاه مدت حداقل یکم وضعیت آلودگی هوا توی شهر بزرگی مثل تهران و وضعیتش رو بهتر بکنه؟ خب نکته اول این هستش که تمام این چند مواردی که اشاره کردم میتونه بهینه سازی بشه. از
جمع‌آوری دیتا گرفته تا نوشتن رول ها و پالیسی ها، قوانین، از ممیزی کردن که همون در واقع فرایند ایجاد پرمیت یا صدور مجوز میشه و اینسپکشن. این 5 موارد میتونن در واقع با هر کدومش به نوبه خودش میتونه بهبود و ترقی پیدا کنه و باعث بهتر شدن وضعیت آب و هوا بشه. نکته دیگه ای که من خیلی کمتر دیدم تو ایران اینوالو کردن پابلیک هستش. شما میبینید حتی نه صرفا حالا بحث هوا رو نداریم، بحث مجوزهای هوا، آلایندگی هوا رو نداریم. شما وقتی که بارها شده من از دیپارتمنت واتر اند پاور نامه دریافت کردم که آقا جان ما داریم مثلا فلان جا اشاره همچین کاری میکنیم، پراجکتی از کامنتی چیزی داریم به ما بگید. من به شخصه من چیزی رو تو ایران ندیدم. یا مثلا ما اینجا تو همون اداره خودمون، تو همون ایجنسی خودمون، بر فرض مثال اگر یک منبع آلاینده مثل یک گاز استیشن، مثل یک ریفاینری یا مثل یک نمیدونم شوتینگ رنج، حتی وقتی که میخواد تأسیس و فاوند بشه برای اولین بار، خب آلایندگی اون ناحیه میره بالاتر. شما اگه تا 1000 فیتی اونجا هزار فیت از به فاصله شعاع 1000 فیتی از نقطه آلایندگی شما اگه یه مدرسه‌ای داشته باشی، بایستی به والدین و کرگیورها، به اصطلاح پرنتس های اون دانش آموزان اون مدرسه یا به اصطلاح مرکز آموزشی نامه بفرستی بگین که همچین چیزی انجام میشه، شما اگه نظر چیزی دارین به ما اطلاع بدین. خب یه سری لانگ استوری شورت اینو میخوام بگم، اینوالومنت عموم خیلی واجب هستش. مثلا الان که دیگه تو ایران دیگه هم شاید اکثر مخاطبان بدونن دیگه مازوت سوزی برای تو همین ژنراتور برای تولید برق خب خیلی دیگه سر و صدا ایجاد کرده. خب این خودش باعث ایجاد بالا رفتن آلایندگی، بلخص آلاینده، پارتیکولت ماتر و اینجور چیزا میشه. از نقطه نظر سوم من میتونم بگم که چیزی هم که میتونه باز بهبود بده وضعیت رو، با توجه به اون دانش فنی که من اینجا اکویر کردم، استفاده از تکنولوژی‌های حال حاضره. چطور میشه از هوش مصنوعی AI استفاده کرد و در واقع هم هزینه ها رو پایین آورد و هم کیفیت هوا رو بالا برد. خب تلفیقی از این سه مجموعه میتونه به پایین آوردن در واقع آلایندگی هوا تو تهران و سایر کلانشهرهای ایران کمک کنه. تد، این اول گفتگو گفتم که برای اپسی ما داریم ضبط میکنیم این مصاحبه رو و تو هم با این انجمن اساتید و پژوهشگران در تماس بودی. میخوام ببینم توی زندگی خودت، توی تحصیلت، پیدا کردن شغلت و پیدا کردن اون گروه همکارای حرفه‌ای یا اصطلاحاً نتورکینگ، چقدر یه انجمن این تیپی مثل اپسی به تو کمک کرده و چجوری فکر میکنی که یه همچین تشکیلاتی میتونه بزرگتر شه و افرادی که ممکنه این برنامه رو گوش کنن چطور میتونن بیان یا سهمی داشته باشن یا در تماس شن با این انجمن اساتید و پژوهشگران؟ خب به لحاظ شخصی من وقتی که برای اولین بار با اپسی آشنا شدم، واقعا اپسی رو یه سازمان یا ارگانیزیشن دیدم که واقعا نسبت به جامعه ایرانی، بالاخص جامعه دانش آموختگان ایرانی، خب دلسوزی خاص خودش رو داره، هم از نقطه نظر تشویق کردن، هم از نظر اینکه حالا ما یه سری دانشجویی داریم بر فرض مثال که با ویزای دانشجویی میان و خب کسی که با ویزای دانشجویی میاد فلکسیبیلیتی یا اون اجازه لازم برای کار کردن توی جای دیگه رو الزاما نخواهد داشت. خب
این کمک هایی که میشه یا اون اینسنتیو و اون تشویقایی که از دانشجو میکنن، اونایی که اون همون اون ساپورت های مالی، ساپورت هایی که به صورت نتورک انجام میشه، خب اونا خیلی میتونه به اون در واقع دانشجوها کمک کنه، دانشجوهایی که اینجا هستن. همچنین من راجع به یه پروژه بودش که اپسی داشت که کمک میکرد به دانشجوانی که میخواستن اپلای کنن. خب چون الان اون هزینه های اپلای کردن هم واقعا برای بچه های داخل ایران خیلی سنگینه. من موقعی که یادم سال 2016 اینا بود، 2015 اینا بود، وقتی که من داشتم برای تافل یا جی آر ای ثبت نام کردم، اون تستای چیز دولش 250 دلار بود. خب شما اینو تبدیل بکنی به ریال یا تومن، خب یه هزینه گزافی میشه. وجود ارگانیزیشن های مثل اپسی خب کمک شایانی میتونه بکنه، نه تنها به لحاظ مالی بلکه به لحاظ دادن اطلاعات و که اون افرادی که تو ایران هستن چه اکسپکتیشن هایی میتونن داشته باشن با اینکه تو امریکا نیستن. روی هم رفته اپسی رو من واقعا یه مجموعه میبینم که کارآمد هستش و امیدوارم کسایی که این مخاطب ما هستن تو این مصاحبه بتونن حداقل برن سرچ بکنن وبسایت اپسی رو و ببینن که چطور میتونن اینوالو بشن، یا اگه مثلا نظری، انتقادی، چیزی دارن در جریان بذارن سازمان اپسی رو. متشکر. من خیلی هم وقت تو رو نمیخوام بگیرم، ولی برای صحبت آخر، حالا ما تمام این جلسه راجع به کار و درس صحبت کردیم، ولی به هر حال من میدونم که تو زندگی شخصی خودت هم فعالیت های دیگه ای داری، ورزش، هنر، موسیقی. میخوام ببینم نظر راجع به داشتن یه بالانسی بین تفریح، ورزش، سرگرمی ها، فعالیت های هنری و موفقیت تو کار، نظر خاصی داری یا نه؟ خب خیلی سوال جالبی بود. به نظر من هر چیزی که باعث آفرینش یه چیز جدیدی بشه کمک میکنه که شما out of the box فکر کنید. وقتی شما راجع به یاد گرفتن یه مهارت جدید مثل نوازندگی یه ساز، پیانو یا چه میدونم کلارینت، یا حتی مثلا آشپزی میشین، شما ذهنتون وادار به انجام کاری میشه که تا حالا انجام نداده و این ذهن رو به چالش میکشه. همین به چالش کشیدن ذهن باعث میشه که شما نقطه نظرتون نسبت به چیز دیگه تغییر بکنه. یا مثلا شما من الان تقریبا 16 17 سال یا بیشتر ورزش بدنسازی رو کانسیستنتلی در واقع دنبال میکنم. خب این صرفاً به این نیستش که شما، نمیتونم بگم شما وقتی که میرین جیم اون وزنهای سنگین رو جابجا میکنین لذت بخش هستش. نه، هیچکی نمیتونه بگه آخیش من 20 کیلو مثلا جلو بازو میزنم عجب حالی میده. هیچ کسی همچین حرفی نمیزنه. ولی در پس‌های پرده تو اون unconscious mind یه چیزی تشکیل میشه که شما رو تشویق میکنه به delayed gratitude، یعنی gratification system. یعنی ماها انسان ها همیشه ذهنمون ترجیح میده که نتایج سریع و زیادی داشته باشیم، در صورتی که با کیفیت ترین نتایج با استمرار عمل صورت میگیره. و وقتی شما دارین یه کار جدیدی رو تمرین میکنین، یه کاری رو انجام میدین خارج از روتین روزانه‌تون، شما دارین این اجازه رو به خودتون میدین که ذهنتون طور دیگه ای فکر کنه و چه بسا بتونین از اون مهارت‌هایی که دارین الان روشون تمرین میکنین بعدها بتونین استفاده کنین. بسیار عالی. من لذت بردم از صحبتاتت. اگه بتونی بگردی توی دوستات یا کسایی که همکارت هستن،
پیدا کنی کسی رو که توی همچین جلسه بیاد و ما یا رو در رو یا از طریق ویدیو باشون یه مصاحبه انجام بدیم، خیلی کمک بزرگی کردی به شبکه اپسی. حتما حتما همینطوره. شما رو در جریان خواهم گذاشت. مرسی بابت این فرصت و وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی متشکرم. تشکر.